و باید یه همچین برنامه‌ای داشته باشیم و از شما خانم آقایون تشکر میکنم. اگه یادتون باشه اولین باری که در برنامه ما گلپایگانی و بنده خدمت شما بودیم خانم، جشنی بود، جشن بزرگی بود در مملکت ما، تولد حضرت امیر بود و امروز که از شما اومدید در برنامه ما و مردم همه سراسر مملکت نشستن و برنامه رو میبینن. من و اکبرم به نوبه خودمون تشکر میکنیم که از ما دعوت شده که در چنین شب واقعا پر افتخاری بیایم و برنامه اجرا بکنیم که مورد قبول قرار بگیره و قلباً تبریکات صمیمانه خودم رو از طرف دوستانم و خودم به عموم ملت ایران عرض میکنم و آرزوی سلامت و سعادت روزافزون همه ملت ایران رو از خداوند بزرگ خواهان. ما هم برای اینکه صحبت کوتاه بشه همون چیزایی که خانم هایده گفتن منم قبوله. در صورت خیلی متشکرم از شما و امیدوارم که همونطوری که دوستان ما در گذشته از برنامه شما لذت بردن امشب هم ببرن و فقط خواهش من اینه که اگر امکانش هست وقتی میخونید و اگر تو اولین بار یه برنامه داشتیم که با هم خوندید، اگر اونجور بشه که چه بهتر. ببین این برنامه رو باید همینطوری ببینید زنده پخش میشه. بله. نباید فرموله باشه. بله. آدم بگه قبلا چی کار میکنیم چه خواهیم کرد. من معتقدم بذاری همینطوری بره جلو برنامه، اون شکل دلخواه خودش پیدا میکنه. بله. و اگر هم برنامه زنده نبود من الان تمام نگر می‌داشتیم دوباره حرفایی که زده بودیم میگفتیم دوباره تکرار کنی. خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم آقایون. مگه میخوای بری؟ من اجازه بفرمایید برم به کارهای دیگه هم برسم و از دور گوش میدم و لذت میبرم. خیلی متشکرم. بفرمایید. بار دیگر در برم ای شاه خوبان آمدی، با نگاهی گرمتر از برق سوزان آمدی.
قطره شوقت به چشم و خنده مهرت به لب تا که پیش آمد که پیش ما بدین سان آمدی. همچو رویایم به چشم دل نشستی سالها، شام تارم دیدی و شام تارم دیدی و چون ماه تابان آمدی. عزیز من جانم خوش رسیدی همچو جام می به مخموران شب، چون نسیم چون نسیم گل به مهجور گلستان آمدی. یا
روشنی بر چشم بر رحمان دم دادی حبیب، همچو بوی پیراهن، همچو بوی پیراهن بر پیر کنعان آمدی. یعنی همه جا عکس رخ یار
ساکن مسجد قربون شما، خیلی متشکر. ولی من آقای گلپایگانی میدونم که در همین دستگاه ماهور شما قطع آوازی خواهید خوند و یک شعری من میدونم به مناسبت اسیر بلا را اسیر بلا را ندیده ای دل تو مرد خدا را تو مرد خدا چه دیده ای ده رهای رها ز چون و چرا به داده حق همیشه رضا به داده حق همیشه رضا
رهای رها رهای رها ز چون و چرا به داده حق به داده حق همیشه همیشه رضا شب منو دل تا سحر هر شب منو دل تا سحر در گوشه دیگر افسانه ها چون و چرا به داده حق به داده حق همیشه 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 رضا براو براو واقعا عالی بود. خواهش کنم. همینطور برنامه که این حالت داشته باشه که خودش هم تو که عرض کردم بله پیش نباید فرموله باشه که نوشته شده باشه که آدم حالا این آهنگ بخونه حالا این آواز وقتی که همینطور در دنبال هم اون حالتی که هست آدم ادامه بده این پیش میاد. البته اکبر جانی ببینم
من و تو هم چون خیلی با هم دیگه من کمسی جای صدای شما میخونم همین هماهنگی داریم و خیلی راحت میتونیم بفهمیم که چی میخوایم از هم دیگه. من اینجوری فکر میکنم چون صدایی داریم که شما روش میشه اصلا آدم آغاز پیاده کنه. این که نظر لطف شما. در صورت من خیلی خوشحالم که یه همچین کسی رو دارم که میتونم باهاش آواز بخونم و واقعا به خودم میبالم. خیلی متشکرم. اکبر جون، این آهنگ درویش خیلی سر و صدا پیدا کرده و میخوام موضوعش رو خودت برامون بگی که از کجا سرچشمه گرفته. والا شما خودتون میدونین که قبل از اینکه اصلا به گلها و رادیو شما بیاید من خواننده گلها بودم. این حدود تقریبا 20 سال میشه. 20 سال میشه. و همون زمان یعنی میخوام اینو به شما بگم که از 20 سال پیش تا حالا هیچ توفیری در من که وجود نیامده. به هر صورت خیلی خوشحالم که تو این برنامه امشب شرکت کردیم و شب قشنگیه. آهنگ درویش از من خواستین، مناسبت داشت با این روز و شب. حتما براتون میخونم. درویش از آهنگساز بسیار گرامی آقا جهانبخش پازکی که شعر آهنگش ساخته و شورم در دستگاه شورم ساخته. شما که اجرا کنندش هستین، ما هم سراپا گوشیم. میدونستی که خاک فرش منه، رفتی نموندی چرا بخت سپید و به سیاهی نشوندی. میدونستی فقط تو رو دارم، رفتی نموندی چرا مرغ امید و از این خونه پروندی. چرا مرغ درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه، همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه. میدونستی که خواهد فرش منه، رفتی نموندی چرا بخت سفید و به سیاهی نشوندی. پاره شب رو سر میاره، قطر بای دریا براش فرقی نداره. درویش رو هر گلیم پاره شب رو سر میاره، قطر بای دریا براش فرقی نداره. میدونستی که منی دستی نموندی چرا وقت سپید و به سیاهی نشوندی. که آواز
دوست دارم هنوزم اجرا بکنم که اونم در همین مایه شور هست. اینجا باید یه شعر بخونی شما. خب شعر شما بخونین، برای اینکه من تو حافظم نیست که چه شعری میتونم بخونم. ای عشق همه بهانه است. میبینم که شما هم سر حال اومدین. شعرم شما بخونید. شب قشنگی و مال مردم قلب ما. من خاموشم این ترانه از تو، من اندوه خویش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست، از تو. کشتی مرا چه بیم دریا، طوفان ز تو و کران از توست، آه
رهای رها ز چون و چرا، رهای رها ز چون و چرا، به داده حق به داده حق همیشه رضا، همیشه رضا. میدونستی که خواهد عرش منی، رفتی نموندی چرا وقت نبید و به سیاهی کشوندی. میدونستی فقط تو رو دارم، رفتی نموندی چرا مرغ امید از این خونه پروندی، چرا مرغ امید، آخ چرا مرغ امید از این خونه پروندی. اکبر جون واقعا متشکریم. اینقدر صدای تو با حال و با احساسه که من در غرق نشاط و شور هستم و حاضرم تا صبح جلوی دوربین بشینم و برای تماشاچیان عزیز و برای تمام ملت ایران که امشب شب قشنگی است براشون آواز بخونم. واقعا تو من رو سر حال آوردی. خیلی متشکرم از این همه لطفه. خب ولی یه آهنگی میدونی که خودت خوندی که من خیلی دوست دارم، اون آهنگو باید بخونی امشب. اگه بخوای فکر کنی اون آهنگو نخونی و بری نمیشه. ما میخواد تو همین حالت بمونیم، ولی خب نه اون آهنگ قشنگه، من دوست دارم که اون آهنگو بخونی امشب. آهنگ قشنگه، شب قشنگه و بذاری ادامه پیدا کنی. با کمال میل. خواهش میکنم. همون آهنگ دوستش دارم هنوزم رو، برای اینکه اصلا دوست داشتن خودش خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. به خصوص دیگه با صدای شما هم که باشه دیگه خیلی قشنگتر میشه. صفت تفصیلی. خواهش. زبونم میگیره، وقتی که از تو دورم یک سال هر یه روزم، شمع شب افروز میشم، آروم آروم میسوزم، به دل میگم شب تا سحر یادش نکن دوباره، دلم میگه دیوونشم دوستش دارم هنوزم. گلهای شادی رو ز قلبم نچید، شعله عشق و توی چشمام ببین، ببین که از تبش دارم آب میشم آسود، توی دستای گرمه فنم برف زمستون، به من نخند عزیزم پریشونم پریشون، وقتی که از تو دورم خواب واسه من میمیره، دلم
میگیره. شعله عشق و توی چشمام ببین، نمیکرد تبش دارم آب میشم آسون توی دستای گرمت برم برف زمستون. به من نخند عزیزم پریشونم پریشون، وقتی که از تو دورم یک سال هر یه روزم شمع شب روز میشم آروم آروم میسوزم. به دل میگم شب تا سحر یادش نکن دوباره، دلم میگه دیوونشم دوستش دارم هنوزم، دوستش دارم هنوزم، دوستش دارم هنوز.